به قسمت نهایی سفر پرماجرای اسکندر مقدونی خوش آمدید. امروز به روزهای پایانی زندگی اسکندر، آخرین فتوحاتش در هند، بیماری و مرگ ناگهانیش و از همه مهمتر میراث عظیمی که از خودش به جای گذاشت می‌پردازیم. اگر از تاریخ و داستان‌های شگفت‌انگیز گذشته لذت می‌برید و دوست دارین بدونید چطور یک شاهزاده جوان تونست به یکی از بزرگترین فاتحان جهان تبدیل بشه، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. پس از فتح امپراتوری ایران و به زانو درآوردن شاهنشاهی بزرگ هخامنشی، اسکندر مقدونی همچنان احساس میکرد که مأموریتش به پایان نرسید و رؤیای اون برای گسترش قلمروهاش فراتر از مرزهای شناخته شده زمان نیازمند پیگیری بیشتری. اون نمیخواست تنها به عنوان فاتح ایران شناخته بشه. هدف بعدی اون سرزمین‌های ناشناخته و اسرارآمیز شرق به ویژه هند بود. این سفر نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از لحاظ فرهنگی و نظامی با چالش‌های بسیار بیشتری همراه. اسکندر با سپاه خودش که در اون زمان از نظر روحیه و توان بدنی بسیار خسته اما همچنان قدرتمند و کارکشته بود، به سوی شرق حرکت کرد. سربازانی که در سالها در مسیر جنگ و نبردهای پی در پی بودند، وارد سرزمینی شدند که نه تنها از لحاظ آب و هوا و جغرافیا متفاوت بود، بلکه با فرهنگی کاملا متفاوت و ارتشی با تاکتیک‌های جنگی جدید روبرو می‌شدند. این منطقه برای اسکندر و سپاهیانش به معنای ورود به ناشناخته‌ها بود. جایی که نه فقط دشمنان محلی بلکه عوامل طبیعی مانند جنگل‌های انبوه، رودخانه‌های عظیم و شرایط آب و هوای سخت میتونست مانع جدی در مسیر فتوحات اون باشه. در راه رسیدن به قلب شبه قاره هند، اسکندر با پادشاهان محلی و قبایل متعددی روبرو شد. هر کدوم از این قبایل و پادشاهی‌ها به خوبی از شرایط محیطی و منطقه خودشون بهره می‌بردن و به نوعی مانع پیشرفت سپاه اسکندر میشد. اما یکی از معروف‌ترین و مهمترین نبردهای اسکندر در این سفر نبرد با پادشاه پروس. پروس فرمانروای یکی از پادشاهی‌های مهم منطقه پنجاب هند و برخلاف بقیه پادشاهان محلی، اون نه تنها به جنگ با اسکندر پرداخت بلکه از یکی از سلاح‌های منحصر به فرد خودش در میدان جنگ یعنی فیل‌های جنگی استفاده کرد. تصور کنید سپاهیان اسکندر که تاکنون با ارتش‌های زیادی از جمله هخامنشیان جنگیده بودند، برای اولین بار با چیزی روبرو شدند که نه تنها در استراتژی‌های جنگی قبلی وجود نداشت و نه تجربه کافی برای مقابله اون داشتند. فیل‌ها موجودات عظیم و ترسناکی بودند که به عنوان ماشین‌های جنگی قدرتمند استفاده می‌شد. سربازان اسکندر رو دچار وحشت شدیدی می‌کرد. این حیوانات غول‌پیکر با زره‌های سنگین و حمله‌های بی‌امان سربازان دشمن رو به راحتی زیر پای خودشون له می‌کردند و ترس و وحشت عجیبی در دل ارتش مقدونی انداخت. اما در اینجا بار دیگه نبوغ اسکندر به نمایش گذاشته شد. اسکندر به سرعت نقطه ضعف فیل‌ها و تاکتیک‌های جنگی پادشاه پروس رو شناسایی کرد. اون از تیراندازهای خودش استفاده کرد تا فیل‌ها رو از فاصله دور هدف بگیرد و از توان نظام خودش به نحوی استفاده کرد به فیل‌ها و سربازان پروس از جناحین حمله کند. این تاکتیک‌های هوشمندانه و سریع سرانجام به شکست پروس منجر شد و اسکندر تونست بر این دشمن هم غلبه کند. از پیروزی اسکندر تصمیم گرفت به سمت جنوب و فتوحات بیشتری پیشروی کنه. اما شرایط به مراتب سخت‌تر از اون چیزی بود که اون تصور می‌کرد. سفر به مناطق جنوبی هند به موانع طبیعی بسیار دشواری همراه بود. رودخانه‌های عظیم، جنگل‌های پهناور و هوای مرطوب و گرم سربازان خسته و فرسوده اسکندر رو بیش از پیش تحت فشار قرار داد. علاوه بر این سربازان مقدونی که سالها از خانه و خانواده خودشون دور بودن، دیگه انگیزه‌ای برای ادامه این فتوحات نمی‌دید. شورش‌ها و نارضایتی‌ها در میان سپاهیان به اوج خودشون رسید. اونها به شدت خواستار بازگشت به خانه و پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان بود. این شورش‌ها برای اسکندر که تو اون زمان هرگز تسلیم نشده بود، یکی از بزرگترین چالش‌های رهبریش به حساب می‌آمد. در نهایت اسکندر مجبور شد به خواسته سپاهیانش تن بده و از برنامه‌های خودش برای فتح هند دست بکشه. این یکی از معدود مواقعی بود که اسکندر در برابر نیروهای غیر نظامی شکست خورد. نیروهایی که نه از جنگ
نه از جنس استراتژی های جنگی یا تاکتیک های نظامی بود، بلکه از جنس طبیعت انسانی و خستگی سپاه شکل گرفت. اسکندر پس از این اتفاق تصمیم گرفت که به مقدونیه برگرده و سپاه خستش رو به خونه بفرست. این لحظه از زندگی اون یکی از مهمترین نقاط عطف، چرا که نشون داد حتی بزرگترین فرماندهان تاریخ هم در برابر خواسته ها و نیازهای انسانی خود و سربازانشون عاجزند. این اتفاقها و تصمیمها مقدمه‌ای بود برای فصل بعدی زندگی اسکندر: بازگشت به بابل، بیماری ناگهانی و سرنوشت غم‌انگیز اون که در ادامه با هم می‌بینیم. اگه تا اینجای داستان با ما بودین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا با هم به ادامه داستان بپردازیم. پس از بازگشت به بابل، اسکندر مقدونی در اوج قدرت و شکوه اون سرزمین‌های وسیع و فتح و امپراتوری ایجاد کرده بود که تو اون زمان بی‌سابقه بود. این امپراتوری از یونان و مصر تا ایران و حتی بخشایی از هند گسترده بود. اما درست در این لحظه که به نظر می‌رسید هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره، حادثه‌ای غیرمنتظره رخ داد. اسکندر بیمار شد. تصور کنید مردی که در نبردهای بیشماری پیروز شده بود، کسی که پادشاهان قدرتمند رو شکست داده و امپراتوری هایی رو به زیر سلطه خودش درآورده بود، حالا به دلیل یک بیماری ناشناخته در بستر بیماری افتاد. بیماری که هیچ کس در اون زمان نمیتونست به طور دقیق تشخیص بده. این اتفاق ناگهانی برای سپاهیان، سرداران و مردمش کاملا غافلگیر کننده بود، چون کسی از انتظار نداشت که اسکندر با اون قدرت و توانایی به سرعت در مقابل بیماری تسلیم شد. حالت اون به سرعت بدتر شد. هنوز هم پس از قرنها مورخان بر این باورند که اسکندر به دلیل ابتلا به بیماری‌های مانند مالاریا، تیفوس یا حتی عفونت‌های ناشی از زخم‌های جنگی طولانی مدت جان خودش را از دست داد. این نظریه ها به دلیل شرایط سخت سفرهای مداوم، هوای گرم و مرطوب و مناطق فتح شده و نبود امکانات پزشکی پیشرفته قابل قبوله. اما نظریه دیگه‌ای وجود داره که بسیار بحث‌انگیز: مسمومیت. برخی معتقدند که شاید اسکندر توسط یکی از نزدیکانش مسموم شده باشه. دلیل این گمانه‌زنی‌ها اوضاع ناآرام درون امپراتوری و اختلاف میان سردارانش بود، هرچند که هیچ مدرک قطعی برای اثبات این ادعاها وجود نداره. اما عدم قطعیت در مورد علت مرگ اون باعث شد که این نظریه ها همچنان زنده بمونه. گفته میشه در آخرین روزهای زندگی اسکندر دیگه توان حرکت نداشت و نمیتونست از رخت خواب بلند شه. شدت بیماریش اونچنان زیاد بود که حتی نمیتونست به روشنی صحبت کنه. وقتی وضعیت اون وخیم‌تر شد، دوستان، سرداران و سربازانش گرد اون جمع شدن. برخی از روایات حاکی از اونه که اسکندر به سربازانش اجازه داد یکی یکی از مقابل اون عبور کنند تا اون رو برای آخرین بار ببینند. لحظات پایانی زندگی این فاتح بزرگ به حالتی از تراژدی همراه. مردی که جهان رو به تسخیر خودش درآورده بود، حالا بدون هیچ مقاومتی در برابر مرگ تسلیم شده. یکی از معروفترین نقل قول‌های تاریخی به لحظات پایانی اسکندر نسبت داده میشه اینه که وقتی از اون پرسیدند پس از مرگت امپراتوری عظیمت به کی میرسه، اسکندر در پاسخ گفت به قوی‌ترین ها. این جمله کوتاه و مرموز آینده امپراتوری رو به یک صحنه نبرد جدید تبدیل کرد. پس از مرگ اسکندر در سال 323 پیش از میلاد، سردارانش که به دیادوخوی معروف بودند وارد نبردهای سخت و خونینی برای تقسیم قلمرو شد. این جنگ‌ها امپراتوری اسکندر رو به چندین بخش تقسیم کرد که هر یک تحت کنترل یکی از سرداران قدرتمند اون قرار گرفت. این تقسیم بندی ها نه تنها باعث پایان رسمی امپراتوری یک پارچه اسکندر شد، بلکه نقطه آغاز تحول تاریخی بزرگی بود که در آینده بر جهان تأثیر می‌گذاشت. اسکندر در سن 32 سالگی در اوج جوانی و قدرت از دنیا رفت. میراث اون اما فراتر از مرگش بود. شهری که اون تأسیس کرد مانند اسکندریه در مصر و گسترش فرهنگ یونانی که بعدها به نام هلنیسم معروف شد، نشانه‌هایی از تأثیر بی‌نظیر اون بر تاریخ جهان بود. به این ترتیب اگرچه اسکندر در بستر بیماری از دنیا رفت، اما میراث اون همچنان زنده موند و در تاریخ جهان ماندگار شد. این پایان اسکندر نبود، بلکه آغاز داستان جدیدی بود، داستان امپراتوری هایی که پس از اون به وجود آمدند.
و فرهنگی که به لطف اون در سراسر جهان پراکنده شد. با مرگ ناگهانی اسکندر در سن 32 سالگی امپراتوری عظیمی که اون ساخته بود از هم فرو پاشید. این امپراتوری از یونان و مقدونیه تا مصر و ایران و حتی بخش‌هایی از هند گسترش یافت. اما خیلی زود پس از مرگش به دلیل نبود جانشین مشخص و واحد در معرض تجزیه و جنگ‌های داخلی قرار گرفت. سرداران اسکندر که به دیادوخوی یا همان جانشینان مشهور بودند، هر کدوم برای به دست گرفتن قدرت وارد رقابت‌های سخت و خونین شد. امپراتوری که به دست اسکندر در کمتر از 10 دهه ساخته شده بود و به سرعت به مناطق مختلف تقسیم شد. مقدونیه و مصر و ایران و سرزمین‌های شرقی هر کدوم به دست یکی از سرداران قدرتمند افتاد. برای مثال بطلمیوس کنترل مصر رو به دست گرفت. سلسله‌ای رو تأسیس کرد که بیش از 300 سال دوام داشت. در سوی دیگر سلوکوس یکی از سرداران اسکندر بخش‌های وسیعی از ایران و بین النهرین رو به سلطه خودش درآورد. این جنگ‌های داخلی و تقسیمات سیاسی اگرچه امپراتوری یکپارچه‌ای را از بین برد، اما آنچه به جا ماند میراث عظیم اسکندر بود که تاریخ و فرهنگ جهان رو برای همیشه تغییر داد. یکی از بزرگترین دستاوردهای اسکندر گسترش فرهنگ یونانی به شرق. اون نه تنها امپراتوری‌های بزرگ رو فتح کرد، بلکه فرهنگ و فلسفه یونان رو به مناطق فتح شده بود و اون رو با فرهنگ‌های محلی ترکیب کرد. این ادغام فرهنگی به ظهور تمدنی جدید معروف شد، فرهنگ هلنیستی، شامل عناصر یونانی، ایرانی، مصری و هندی بود که این منجر شد به ترکیب فرهنگی جدید، تأثیرات شگرفی بر فلسفه، هنر، علم و سیاست جهانی. در این دوره ایده ها و دانش های علمی از یک منطقه به مناطق دیگه منتقل شد و فیلسوفان و دانشمندان یونانی در شهرهای جدید به گسترش علم و دانش پرداختند. یکی از شاخص‌ترین میراث‌های اسکندر تأسیس شهرهایی بود که نام خودش رو بر آنها گذاشت. از جمله معروف‌ترین این شهرها اسکندریه بود در مصر بود. اسکندریه در مصر که به یکی از مراکز بزرگ علمی و فرهنگی جهان تبدیل شد. کتابخانه بزرگ اسکندریه که هزاران نسخه از آثار علمی و ادبی دوران رو در خودش جای داشت، نمادی از عشق اسکندر به دانش و گسترش فرهنگ. این کتابخانه‌ها قرن‌ها به عنوان یکی از بزرگترین منابع دانش در جهان باقی موندن و بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان به اونجا اومدن تا ایده‌ها و تحقیقات خودشون رو توسعه بدن. اسکندر مقدونی تنها یک فاتح نظامی نبود، اون یک تغییر دهنده تاریخ و فرهنگ جهانی بود. فتوحات اون نه تنها مرزهای جغرافیایی رو تغییر داد، بلکه ایده‌ها، دانش‌ها و فرهنگ‌ها رو هم به هم پیوند. میراث اسکندر در سراسر تاریخ باقی موند و تا به امروز تأثیراتش بر جهان احساس میشه. از گسترش فرهنگ هلنیستی گرفته تا شهرهایی که اون تأسیس کرد، همه نشان از تأثیر بی‌نظیر اون بر تاریخ بشر. اگه این داستان برای شما جالب بود و دوست دارین بیشتر درباره زندگی و دستاوردهای اسکندر و دیگر شخصیت‌های تاریخی بدونین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. ما همیشه سعی می‌کنیم داستان‌های جالب و ناشنیده رو با شما به اشتراک بگذاریم.